در روزهای پیش از 2 آگوست 1966 چارلز ویتمن رفتارش غیرعادی تر از همیشه بود. شب قبل از اون حادثه هولناک، چارلز تو آپارتمانش تو آستین ساعتها پشت میز نشسته بود و نامه‌ای نوشت. تو این نامه خطاب به پلیس، دوستان و پزشکانش با دقت و سردی عجیبی اعتراف کرد که قصد داره مادر و همسرش رو بکشه. اون نوشت این کار رو نه از سر نفرت، بلکه فقط به این خاطر که نمیخواد مادرش و همسرش بعد از کار وحشتناکی که قراره انجام بده زنده باشن و ببینن و اون رنج رو تحمل کنن. تو همون یادداشت تاکید کرد که مدتی دچار افکار تاریک، سردردهای طاقت فرسا و وسوسه‌های خطرناکی شده و خودش هم نمیفهمه چرا نمیتونه جلوشون رو بگیره. نیمه شب همون روز اول به سراغ مادرش رفت. اونو تو خونش خفه کرد و جسدشو به تخت خواب کشوند. پتو رو روش کشید انگار که میخواست مادرشو برای یه خواب آرام ابدی آماده کنه. بعد به خونه خودش برگشت و همسرشو با چاقو کشت. تو نامه توضیح داده بود که او را با عشقی عمیق از میان برداشته تا از درد و قضاوتی که قرار بود به زندگی خانواده‌اش سایه بندازه در امان نگه داره. چند ساعت بعد 2 آگوست آفتاب داغ تگزاس بالای برج نمادین دانشگاه تگزاس میتابید که چارلز با یک کیف پر از اسلحه و مهمات از پله‌های بلند برج بالا رفت. هیچ کس نمیدونست که رد خون جسد 2 نفر از عزیزترین افراد زندگیش پشت سر این مرده. درست هنگام ظهر گلوله‌ها از بالای برج شلیک شدن. دانشجوها و رهگذرا تو محوطه فرار می‌کردن. پلیس گیج شده بود و صحنه رقم خورد که آمریکا هرگز اون رو فراموش نکرد. 96 دقیقه تیراندازی بیوقفه، 16 کشته و بیش از 30 زخمی. پلیس به محض رسیدن به سکوی برج چارلز رو با شلیک گلوله کشت و تازه بعد از مرگش بود که راز واقعی آشکار شد. توی چند سال گذشته چی به سر اون چارلز نوجوان با استعداد اومده بود؟ چارلز تو نوجوانی به استعداد فوق‌العاده‌اش روی ریاضی و مکانیک شناخته میشد. ضریب هوشی 138 گزارش شده بود، رقمی بالاتر از 99% از جامعه. همین باعث شد که خیلی‌ها تو سالهای دبیرستان تصور کنن آینده‌ای درخشان در انتظارشه. چارلز وارد ارتش شد، تفنگدار دریایی شد و حتی مدتی تو دوره‌های تک‌تیراندازی و مکانیک ممتازترین فرد گروه بود. تو نگاه اطرافیان جوانی مؤدب، باهوش و تا حدی بلندپرواز به نظر می‌رسید. اما پشت این ظاهر چیزی در حال تغییر بود. از اوایل دهه 60 سردردهای شدید و رفتارهای غیرقابل پیشبینی چارلز شروع شد. خودش بارها به دوستاش و پزشکای ارتش گفته بود که افکار خشنی به ذهنش میاد که نمیتونه کنترلشون کنه. مدتی قبل از اون کشتار حتی به روانپزشکش گفت که گاهی احساس میکنه میخواد به کسایی که دوستشون داره آسیب بزنه. دکترش این اعتراف رو تو پرونده نوشت اما اقدام جدی انجام نداد. همین نقطه بعدها به یکی از بحث‌های جنجالی تو تاریخ پزشکی و روانشناسی تبدیل شد. وقتی پزشکا مغزش رو بعد از مرگ بررسی کردن، یه تومور گلیوبلاستوم پیدا کردن. این تومور به ناحیه هیپوتالاموس و آمیگدالا فشار آورده بود. آمیگدال بخشی از مغزه که پردازش احساساتی مثل ترس، اضطراب، خشم و تهدید رو به عهده داره. از نظر علمی این اتفاق خیلی مهمه چون وقتی آمیگدالا بیش از حد تحریک بشه فرد پرخاشگری و تکانه‌های شدیدی رو تجربه میکنه. آمیگدالا مثل ماشه مغز میمونه. وقتی تومور اون ناحیه رو فشار میده انگار ماشه مدام آماده شلیکه. دیگه حتی از یه جایی به بعد ترمز مغز، همون قشر پیشانی که تو ویدیو اول بهش اشاره شد، هم نمیتونه جلوی این تکانه ها رو بگیره و این میتونست کاملا رفتارهای خشونت‌آمیز چارلز رو توضیح بده. درست همون چیزی که ویتمن تو نامش بهش اشاره کرده بود. میگفت نمیفهمم چرا افکار خشونتبار به سرم میزنه. بعدها روانپزشکا و عصب‌شناسا این پرونده رو به عنوان یه نمونه کلاسیک بررسی کردن که چطور یه آسیب یا تومور تو آمیگدالا میتونه ساختار رفتاری انسان رو زیر و رو کنه. خب پرونده بسته شد. چارلز ویتمن قربانی یه نقص بیولوژیک بود، نه مقصر قتل چندین انسان بیگناه. شاید اگه تومورش زودتر تشخیص داده میشد از این فاجعه جلوگیری کرد. ولی خب اگه فقط به همون تومور نگاه کنیم شاید کل ماجرا رو ساده سازی کرده باشیم. اگه کمی عمیق‌تر بشیم توی گذشته چارلز، رد پای بقیه داستانه جنایی دیگه هم اینجا میتونیم ببینیم. چون ویتمن قربانی فقط زیست شناسی نبود، گذشته و محیط زندگیش هم پر از زخمایی بود که نمیتونیم نادیده بگیریم. چارلز از بچگی زیر سایه پدر به شدت خشن و کنترلگر بزرگ شده بود. پدری که هر شب مادرش رو کتک میزد، پدری که فضای خونه رو تبدیل کرده بود به میدون جنگ. چارلز خیلی زود با خشونت آشنا شده بود، خشونتی که بعدها شاید با بیماریش ترکیب شد.
همه اینها کنار هم از یه مرد باهوش و منظم هیولایی ساخت که یکی از اولین تیراندازی‌های جمعی آمریکا رو رقم زد. امروز پرونده چارلز ویتمن بیشتر از این که فقط یه تراژدی خونین باشه، یه مطالعه پیچیده برای دانشمندای علم اعصابه. پرسشی که هنوز پاسخ داده نشده: آیا مغز اون با تومور واقعا اختیارش رو ازش گرفته بود؟ یا این خشونت محصول همزمان زیستشناسی، محیط و تاریخچه پرتنش زندگی گذشتش بود؟ اگه چارلز کودکی آروم و بدون تنشی رو میگذرون، آیا ممکن بود بیماری خفیفتری رو تجربه کنه؟ یا شاید هم اینجوری اصلا توموری در کار نبود؟ شاید هیچ وقت پاسخ قطعی پیدا نشه، اما داستان اون هنوزم هشداریه از اینکه چطور شکنندگی ذهن انسان میتونه توی یه لحظه جامعه‌ای رو به خون بکشه و ما هنوز نمیدونیم دقیقاً کی مقصره.